بیایم بریم ببینیم حرم از اون ارتفاع چه شکلیه. خب رسیدیم. آقا سلام، خدا قوت. سلام، خسته نباشید. قربون شما. شما اینجا دارین چیکار میکنید؟ ما اینجا مشغول ساخت و ساز و گسترش حرم امام رضا هستیم. چند روزه که مشغولین؟ 17 ماه. روزی چند ساعت فعالیت میکنید؟ روزی 8 ساعت. الان تو چه ارتفاعی هستید؟ ارتفاع 40 متر اینجا. اسم این پروژه بزرگ چیه؟ رواق امیرالمومنین. تا حالا شده از این بالا دلتون بخواد فقط چند لحظه دست از کار بکشین و به گنبد نگاه کنین؟ هر لحظه که گردون میزنم چشمم به گنبد میفته دلم پر میکشه. اون لحظه چی میگیم به ما؟ اون لحظه از امام رضا میخوام سلامتی همه مریضا و شفای همه مریضا و سلامتی برای همه مسلمانان جهان. و چون که به دست میاد سلامتیه که به دست میاد. خدا قوتتون بده ان شاء الله. خسته نباشید، قربان شما. سلامت باشید.